به جلسه پاتوق این هفته. همگی خوش اومدین. این هفته بحثی که اینجا قرار ارائه بشه از طریق سیامک باهاری هستش. همونجوری که تو این آفیش هم میبینین درباره اینه که در پاسارگاد چی گذشت. پاسارگاد همون که میدونین محلیه در ایران، مقبره کوروش. روز 7 آبان درست جمعه گذشته تعداد کثیری جمع شدن اونجا و مراسمی گرفتن با عنوان تولد کوروش و اینکه اون روز کوروش وارد بابل شده و بعدش همونجور که در جریان هستین توی مدیا بوده اومده خبرش، اظهار نظرهای متفاوت و مختلف و اینکه کوروش پدر حقوق بشر بوده، اصلا قانون حقوق بشر رو کوروش در اون زمان تدوین کرده نوشته و اینکه به هر حال تمام دستاوردهای کنونی حقوق بشر، حتی قانون اساسی بعضی کشورها از طریق همون قانونی منشوری که موقع کوروش نوشته بعداً تدوین شده. یعنی همچی تحلیل هایی. اینکه این تحلیل ها چقدر درسته و اینکه آیا یه همچی واقعیتی بوده یا اینکه دوره تاریخی که کوروش بوده و اون 2500 سال پیش چی میگذشته، روابط اجتماعی چی بوده، جامعه در چه مراحلی بوده، سیستم جامعه چی بوده، بردهداری بوده، فئودالی بوده، اینا رو آیا اصلا حقوق بشری اون موقع رعایت می شده؟ دهقان که کار میکنه به هر حال اون کسی که صاحب ملکه چطوری با دهقان باید برخورد کنه، نمیدونم رعیت چطوری کار کنه، بتونه اون دستاوردش رو یه بخشه بده به فئودال، بده به صاحب ملک، برده همینجوری. یعنی کلاً یکی اون سیستم اجتماعی اون موقع است، یکی آیا این واقعیه که حقوق بشر اون موقع رعایت می شده یا تدوین می شده یا شده، یکی همین که الان پروژه هایی که در دسته، من فکر می‌کنم سیامک خودش تو بحثاش، حالا ما سوال میکنیم، شما همگی اینجا حضور دارین، سوال میکنیم، بعد از اینکه سیامک بحث ارائه دادی 20 دقیقه نوبت سوال جوابه. در همون زمان احتمالاً خب ما باید بتونیم دخیل باشیم و خود من مثلا برای من اینکه این یه پروژه نیستش، الان دارن آینده رو نشون میدن که ایران مثلا آیندهش باید این سیستمی باشه، سیستمی باشه که همه قبایل اطاعت کنن از اون چیزی که مطرح میشه، یعنی طرفدار کوروش، طرفدار یه همچی سیستمی، حالا پادشاهی نباشه، به هر حال آریایی باشه یا اون چیزی که میگن، اگه نباشن بعد از اون سیستم طرد بشن یا کلا. به هر حال این بحث باز به نوعی جمهوری اسلامی چقدر دخیله تو این حرکت و سود برده و جهت داده و میده، اینا رو امیدواریم که تو بحثا بتونیم از سیامک بشنویم یا خودمون سوال کنیم، دخیل بشیم توی بحثا. الان اگر سیامک اینجا تشریف بیارن و بحث رو ارائه بدن ممنون میشیم. مرسی که شما گوش میکنین. خیلی ممنون هورموز جان، دست شما درد نکنه. هورموز چند تا کار کردی، یکی که هر چی که من قرار بود بگم گفت دیگه، من الان باید بگم خیلی ممنون و بعدش از خدمت شما مرخص بشم. نه اینا رو به شوخی گفتم. خیلی ممنون هورموز جان، بحث معرفی کردین. زیاد برای من آسون نیست از این یه موضوع مهمیه راستش در جامعه و حرکتی اتفاق افتاده که میدونید کوروش یکی از پادشاهان ایران بوده که نزدیک 600 سال قبل از میلاد مسیح پادشاه بوده
یکی از بزرگترین امپراتوران دوره هخامنشی در جهان بوده، نه فقط ایران. اینکه کوروش خوب بوده، بد بوده، خیلی خبر هست تو تاریخ. منم تاریخدان نیستم و نمیدونم چقدر صحت داره و کی میتونسته در 2600 سال پیش جزئیات زندگی یه فردی رو بنویسه که نه کتاب بوده، نه روزنامه بوده، نه میشده حفظش کرد، نه کسی از این کارا میکرد. ولی هرچه از بعد نیست خوبه. آره اجازه بدیم به همینا میرسیم. آره معمولا میذارن یکی حرفشو بزنه و اظهار نظر میکنه. و اینکه کوروش خوبه یا بد مورد صحبت من نیست. ایشون میگه خیلی خوب بوده، منم میگم آره خیلی عالی. من خیلی نگفتم، شما گفتید خوب و بد، گفتم خوب. آره ولی بهتره بذاریم من حرفمو بزنم. یعنی معمولا اجازه میدن کسی که وقت گرفته حرف بزنه. ممنون میشم ازتون. ولی بحث من سر پادشاه و دوره هخامنشی و کی امپراتور بود و چی بود نیست. صحبت بر سر اتفاقی که یه هفته پیش بود. مردم زیادی رفتن در مقبره کوروش، جمع شدن به شکل‌های مختلف. یه عده سجده کردن، یه عده به خاک افتادن، یه عده گریه کردن، یه عده شعار دادن، شعارهای مختلف. و اون جمعیت گفته میشه بعضیا گفتن 10,000 نفر، بعضیا گفتن 15,000 نفر، بعضیا میگن 5,000 نفر. ما دلتون میخواد ضرب در 10 یا 20 یا هر چقدر بکن. هر سال هم این تجمع هست و فقط این تجمع نیست توی ایران. یکی از تجمعایی که هر ساله مردم میرن جایی به نام قلعه بابک. یه فردی بوده به نام بابک خرمدین که منم نمیدونم باز خیلی خوب بوده یا خیلی بد بوده. شما میتونید 100 تا سند پیدا کنین که بابک خرمدین فوق‌العاده آدم خوبی بود و 50 تا سند پیدا کنین که ایشون اصلا خوب نبود. بازم من راجع به اون نمیتونم صحبت کنم. اینجا هم دانشگاه نیست که ما تحقیقات کنیم و سر تحقیقاتمون بحث کنیم. توی مقبره بابک سال گذشته طبق تخمین میگن 200,000 نفر آدم جمع شده بود. 200,000 نفر اندازه شهره، جمعیت این شهر بزرگ است و طبیعیه که معلومه مردم میخوان یه روزنی، یه جایی پیدا کنن برن خودشون رو نشون بدن. یا کوروش یا بابک خرمدین یا ابوالقاسم فردوسی یا خواجه حافظ شیرازی یا هر کسی دیگه میریزن بیرون و یه کاری میکنن و مردم هر کسی نظر و رفتار خودشو داره. خب ولی امسال با هر سال فرق میکرد. ما با یه صحنه سازماندهی شده‌ای مواجه شدیم. معلوم بود که دستجاتی از قبل خودشون رو سازمان دادن و مجوز داشتن، در حالی که دولت گفته بود مثلا طی 5 روز سازمان‌هایی که آژانس‌های مسافربری اجازه حمل مسافر به پاسارگاد رو ندارن. ولی توی فیلم و عکسایی که من می‌بینم شما می‌تونید 10 اتوبوس رو ببینید که مسافر میارن و مسافر میبرن و خب می‌بینید که یه عده لباس‌های مختلف و متحدالشکل دارن، سلام نظامی میدن، سرود میخونن. خب جمهوری اسلامی هم هیچ وقت جلوی این کارا رو نمیگرفته، یعنی استوپ نمیزده. هم آره هم نه، هم برو هم نرو. اگه بری بهتره نری، ولی اگرم رفتی خب من چیزی نمیگم. و چرا اصلا جلوشو بگیره؟ شما فکر کنید کل این جامعه در حال اعتراضه. جمهوری اسلامی میگه که 10 میلیون جوان بیکار هست. خودش میگه. حالا اینو ضرب در یه عدد دیگه باید کرد. 10 میلیون بیکار. 25 میلیون حاشیه نشین. یعنی نه خونه داره، نه زندگی داره، نه معلومه کجا رجیستر شده. نه معلوم نیست. 25% جمعیت ایران. یعنی 25% 80 میلیون. 25 میلیون از 80 میلیون جمعیت ایران. که جمهوری اسلامی وزیر رفاهش یه آماری داد، حتما شما خودتون شنیدید، گفت 30% مردم ایران گرسنن، نه فقیر.
گرسنه. خب معلومه این جامعه میجوشه. 30% گرسنه، خب دنبال نون میگرده، کار میگرده، خونه میخواد، زندگی میخواد، بچهش مدرسه میخواد، کیف میخواد، دارو میخواد و نیست. وقتی میگی گرسنه دیگه صحبت از این چیزا گذشته. شما نمیگی اینا فقیرن، زیر خط فقرن، میگین گرسنه است، یعنی سوء تغذیه، یعنی داره میمیره از گشنگی. و کی میگه؟ وزیر رفاه میگه. حالا چرا وزیر رفاه ما نمیدونیم چه نوع رفاهیه. خب معلومه این جامعه خیلی توش اعتراض هست و شما هر روز اخبار تجمع معلمین، کارگران، جوانان، دانشجویان رو دائما میشنوید. 3 روز گذشته در مقابل مجلس قانونگذاری جمهوری اسلامی که بهش میگن شورای اسلامی، 2000 کارگر فقط از شرکت مخابرات، یعنی تلفن خط راه دور، اصطلاحاً در ایران بهش میگن مخابرات، 2000 تا کارگر رفته اونجا 3 روز چادر زد، اعتراض میکنه. خب اگر یه عده پاشن برن پاسارگاد سر قبر کوروش، خب این که خیلی چیز خوبی میشه. میره اونجا، چیزی هم که میگه نه آب توش هست، نه نون توش هست، نه اعتراض توش هست، نه خواست توش هست، نه مطالبه توش هست، نه میگه کار میخوام، نه میگه دارو میخوام، نه میگه شغل میخوام. میگه کوروش پدر ماست، ایران هم وطن ماست. خب جمهوری اسلامی چرا مخالفت کنه؟ میگه همینطوره. شما پدر میخواین، پدرت 2500 سال پیش هم ایشون فوت کرد. بعدش هم ایران هم وطن ماست. خب معلومه شما در این کشور داره زندگی میکنه. چرا جلوشو بگیرم؟ چرا اعتراض کنم؟ ولی خود اون سازمان و خود اون همه جوونی که دارن میرن یه دلیلی دیگه هم داره. دلیلش اینه که یا یه کسی فکر میکنه باید هویتی پیدا کنه و هویتش رو به جای اینکه در حال و آینده ببینه، در گذشته میبینه. شما میدونید وقتی حکومت اسلامی سر کار اومد، از بس فشار اومد به مردم، یه عده رفتن زرتشتی شدن، میگفتن اصل ما زرتشتی بوده، ما باید به اصل خودمون برگردیم. خب انسان اینطوریه، وقتی همه منفذا رو ازش میگیری و خودش با خودش میمونه، به خودش هم حمله میکنه. میلیون ها نفر چرا معتاد میشه؟ اعتیاد یعنی حمله به خود، بازگشت به خود، میره تو خودش، آپاتیز، میره درون خودش، معتاد میشه، چون هیچ روزنی در بیرون نیست. بعد میگه که به گذشته برمیگردم تا یه هویتی پیدا کنم. و سوال اینه چطور هویت شما در 2500 سال پیش معلوم میشه؟ چه هویتی که مربوط به امروز نیست، مربوط به فردا هم نیست. بعد میخوای چه کار کنی با این؟ و چی میشه؟ خب این یه بخشه. یه بخش دیگه اینه که کوروش شاه بود. خودش توی اون کتیبه 45 خطی و 20 سانتی متری میگه که منم کوروش شاه انشاه، همین که ما الان اختصارا بهش میگیم شاه انشاه. انشاه یه منطقه عظیمی، تقریبا میشه بزرگتر از خاورمیانه بود اون موقع. میگفت من شاه انشاه، که بعداً مختصر شد شاهنشاه، یعنی پادشاه، ولی واقعی معنیش اینه، میگه من شاه انشاه. و انشاه یه منطقه عظیمی بود. و میگه که تو اون کتیبه میگه که من اومدم و بابل رو گرفتم و خلاصه به مردمم آزادی دادم. خیلی ممنون، دست شما درد. حتما اینجوری بود. شما اومدی و بابل رو گرفتی، ولی من سوال میکنم چرا بابل رو گرفتی؟ چرا شما برای کشورگشایی اومدی؟ خب تا اینجا ممکنه که یکی بگه اون کتیبه یه چیزی دیگه است. میدونید که کتیبه انگلیسی ننوشتنش، با خط هیروگلیف کلدانی میخی نوشتن و یه چند تا آدم تو دنیا این خط رو کشف کردن و ترجمهش کردن که با هم خیلی توافق ندارن و سر خیلی از بندایی که اونجا هست ترجمه های مختلف هست. ما میگیم نه، اصلا همینی که الان مشهور شده همون هست، چون بحثی راجع به اون نداریم. چرا اینا رو میگم؟
به خاطر اینکه من بحثم سر کوروش نیست. حتما کوروش آدم بزرگی بوده که اسمش تا الان مونده، یا آدم مهمی بوده، یا یه تأثیراتی داشته، حتما بوده. زنده بود. من با امروز کار برم، میگم من به عنوان یه فردی اینجا چه میکنم؟ خب اونجا یه شعارهای دیگه هم داده شد و از جمله این که اگر کوروش یه کتیبه داشت یا یه منشور داشت که میگفت حقوق بشر و بشر و حقوقش برای اون آدم ها مهمه، چطور میشه یه کسی بگه من طرفدار حقوق بشرم و بگه که مرگ بر عرب تازی؟ چی شد؟ یه بخش از بشریت شد مجوس، نجس. این چه حقوق بشر؟ یه دفعه نصف اون جمعیت شدن تموم شد. یا یکی دیگه میگه که این سرزمین فارس است. خب من کرد، ترک، لور چیکار کنم؟ یعنی سرزمین من نیست دیگه، بذارم برم. میگه کوروش پدر ماست. میگم خب اگه من پدرم نبود با تکلیف من چیه؟ یعنی از شما نیستم. میگه معنی چیه؟ یعنی ما با هم برادر یا خواهر یا قوم و خویش نیستیم. میگه آقا تو بیگانه ای، اون وریش میشه. بعدش هم میگم خب میدونم پدر به معنای پدر روحانیه، یعنی بیولوژیک نیست پدر، یعنی مای فادر نیست. خب میگم خب حالا چه میخوای بکنی با این بابا، با این پدر؟ میگه این شاهنشاه بود. میگم خب پس رجعت به پادشاهیه، یعنی این به این خاطر مهمه اگر کوروش شاه نبود و یه دانشمندی بود، مثلا ابو علی سینا بود، شما میگفتی ابو علی سینا پدر من است؟ نمیگفتی. دلیل داره. من باید برگردم به یک کسی که شاه بود و راجع به اون صحبت بکنم و بعدش هم بلافاصله به مردم دیگه اهانت بکنم. اینم یه بخش از اون آدما بود، ولی همه اون جمعیت اینجوری نبوده. یه عده درست برعکس بودن، شعار میدادن ما همه عربیم، ما همه ترکیم، ما همه کردیم، زنده باد عرب، زنده باد کرد. اینم یه داستان دیگه است. میگم من چرا به این آقا که برخورد کردم به جای اینکه بگم اسم شما چیه بگم شما اهل کجایی؟ برای چی؟ چرا ازش میپرسی اهل کجاست؟ مگه محل تولد چیزی به من میده؟ ایشون توی هرات متولد شده یا تو تهران؟ خب بالاخره آدم یه جایی به دنیا میاد، دست خودش هم نیست. مگه من میتونم تصمیم بگیرم کجا به دنیا میام؟ و بعد اونجایی که من به دنیا میام تبدیل به جرم میشه، اصلا میشه محل ارتکاب جرم میشه. میگه اینا عربن. بابا همینطور که در ایران میگه که اینا افغانی هن. خب چه کار کنه؟ اونجا به دنیا میاد جرمه؟ میگه آره اصلا بیکاری توی ایران مال ایناست. بابا تو خود وزیر داره میگه 30 میلیون مردم گرسنه‌ن، بعد شما میگید این اومد گرسنگی آورد. کارگری که میاد 5 برابر ارزون تر از کارگر ایرانی کار میکنه، بعد به اون میگه گرسنگی آوردی. خب حالا من اینا رو مقدمه گفتم برای که ما بفهمیم سر ماجرا چیه، کشمکش بر سر چیه. آدمای مختلفی اظهار نظر کردن، خوشحالی کردن، حتی جشن گرفتن، به هم تبریک گفتن و تش چیه؟ و از طرف دیگه چرا جمهوری اسلامی سکوت میکنه؟ جمهوری اسلامی تحمل نمیکرد مردم برن توی مسابقه فوتبال، میگفت امروز تاسوعاست، یه امامی رو کشتن و شما بعد 1400 سال باید گریه کنی، الا بلا باید گریه کنی. نمیگفت فوتبال یا فدراسیون فوتبال گفت آقا جون من چه میدونم امام کیه، ما فوتبال مسابقه فوتبال بعدش ما هیچ تاریخی رو تغییر نمیدیم وگرنه از فدراسیون میندازیمتون بیرون. جمهوری اسلامی کوتاه اومد، در عوضش رفت استادیوم تبدیل کرد به تکیه عزاداری. حسین میگم خب چی شد؟
مسابقه فوتبال شما تحمل نمی‌کردید، چجوری کوروش یه دفعه تحمل کردید که پادشاه بود و شاهنشاه بود و هخامنشی بود و شما هم که شاه سرنگون کردید، چجوری شد اینقدر تولرانس پیدا کردی یه دفعه؟ برگردیم باز به این کشمکش. چند سال پیش شما یادتون هست حتما رئیس جمهور ایران فردی به نام آقای محمود احمدی نژاد بود و یکی از کشفیات محمود احمدی نژاد کوروش بود. اومد توی تلویزیون گفت ما منشور کوروشو که از کشور ما رفته، که از کشور ما نرفته بود، از بابل، که بابل الان توی عراقه، از سرزمین کلدانی ها اونجا رفته و ما از موزه بریتانیا خواستیم اینو برای نمایش یه در میزنن، حالا چقدر بیارن ایران. سال 88 و بزن به کوب و موسوی بهانه از کل رژیم نشانه است، بعدش هم ما جمهوری اسلامی نمیخوایم و احمدی نژاد حاصل اون دوره سرکوب انقلاب مردمه. حالا یه دفعه بیاد کوروش افتاد. تو این همه جرجیس شما چرا پیغمبر چرا جرجیس پیدا کردی؟ چرا کوروش؟ و بعد توضیح میده، میگه که ببینید اصلا کتیبه رو میخونه با همون ترجمه هایی که خودش قبول داره و بعضیش هم واقعا همینه، یعنی خیلی جا هم همینه که من به یهودی ها آزادی دادم، بعدش هیچ کس نباید بنده باشه و هر کی هر دینی میخواد داشته باشه و خودم میرم توی معبد بزرگ اونجا که یه بت نام هرچی بوده، بعد میرم اونجا و مردوک یا همونی که مردوخی که خود ما میگیم و خیلی یا تو سنندج اصلا فامیلشون مردوخه، میرم اونجا و تاجگذاری میکنم. کی میدونه 7 آبان بوده؟ من نمیدونم. تاریخ 2500 سال پیشو وقتی خود کوروش که بالاترین امپراتوری عظیم جهان بوده و فکر نکنم بزرگتر از اون دیگه بیاد یا اصلا تو تاریخ بشر پیدا بشه، بزرگتر از کل خاورمیانه امپراتوری کوروش بود و باید اون زمان رو مجسم کنی، نه حالا که با هواپیما و قطار شما میری امریکا برمیگردی. باید اسب و شتر و قاطر رو مجسم کنی و باید ببینید چطوری اون امپراتوری عظیم رو میشده نگه داشت. و وقتی امکانات اون دوره برای کوروش یک استوانه گلی باشه که بشه روش نوشت، با گل حک کرد یه چیزی رو، باید فهمید مردم هیچ امکاناتی نداشتن که بنویسن و اصلا که سواد به معنای امروزی که اصلا نداشتن. مثل این که میگن لشکر اسلام وقتی که به ایران حمله کرد تا چند سال کتاب‌ها رو میسوزوند، کاغذی وجود نداشت، خود قرآن رو پوست آهو می نوشتن، کتاب خونه. شما باید برگردید تو 1400 سال پیش یا 2500 سال پیش بگی کتابخونه چی؟ قفسه و کتابا رو چیدن و چاپ کردن. اون دوره خود پادشاه رو گل می نوشت نظراتشو، بعدش باید یه جایی هم نگرش می داشتن یا یکی هم میرفت اونو میچرخون میخوندش. کل سواد بشر اون دوره رو الان شما از یه بچه 2 ساله کمتره. باید واقعی بهتون تاریخ نگاه کرد و به اضافه این تاریخه خیلی نوشتنش و خیلی از این تاریخ رو پادشاهان نوشتن و مردم عادی. اما هنوز ما به اون کشمکشه نرسیدیم. در ایران یه جنبشوش عظیمیه، یه اعتراض میگه من جمهوری اسلامی رو نمیخوام و هر روزنی گیرش بیاد میرزه تو خیابون حرف خودشو میزنه. میگن توافقات اتمی شد، مردم میریزن تو خیابون بزن و بکوب و یکی چادرش رو پرت میکنه، اون یکی حجاب برمیداره، دختر و پسر کنار هم میزنن و میرقصن، اعتراضشون رو نشون میده. میگه آقا ما توافقات اتمی کردیم، اتم میگه حالا باشه من یه قری بدم اینجا این حجابه رو پرت کنن. میگن عاشورا و تاسوعا میشه حسین پارتی، ابوالفضل پارتی، نمیدونم قرار دوست و دختر دوست پسر رو امروزه. شما به این خاطر میگم هویتتو نمیتونی ببری 2500 سال پیش. شما عهد اینترنت، فیسبوک، توییتر، تلگرام، نمیدونم واتساپ، وایبر، این عهد این دوره است. من چجور هویت من این چیزا سلام، یعنی اینجوری مکاتبه میکنم، اینجوری مینویسم، 2000 تا دوست ندیده دارم توی فیسبوک که اصلا نمیدونم اینا کیان، ولی
با هم مکاتبات داریم و یه اینترنتی هست که من یه لحظه سرچ میکنم، از افغانستان میرم به آمریکا، از اونجا برمیگردم میرم به فلان جا. نه چاپار هست، نه اسب هست، نه قاطر هست. من خیلی هم دوستایی دارم که تو نیوزیلند. نیوزیلند کجاست نمیدونم. این دور است. خب اینم یه موضوعه از کشمکش. یه موضوع دیگه مطالباته. شما نگاه کنید همین تظاهراتی که من گفتم، کارگران مخابرات راه دور که جلوی مجلس جمع شدن، 2000 کارگر 3 روز چادر زدن، یه پلاکارد درست کرده نوشته نام انسان، شغل کارگر، موقعیت گرسنه، موقعیت بیکار. میگه من میگم خب هویت شما چیه؟ میگه خب من که نوشتم اونجا، این هویت منه، نوشتم من انسانم، بیکارم، گرسنه‌ام هستم. حالا اگه من بتونم برای این یه هویت دیگه درست کنم، خب خیلی کن، حکومت رو نگه داشته. میگم برو میفرستم 2500 سال پیش. خب حتما یه آدم عاقلی میگه آقا نمیشه ما رو به آینده وصل کنیم، ما که نمیدونیم به گذشته برگردیم. میشه به آینده رفت ولی به گذشته نمیشه برگشت. همینجوری که اگر من برم دینم رو عوض کنم و زرتشتی بشم، خب عقبگرد تازه جهان پیشرفت کرده، شما چرا تازه میخواید برگردی؟ بعد من چه مدلی از زندگی پیدا کنم؟ به حقوق بشر بپردازیم. اینم یه بخش از اینه. حقوق بشر، اولین حق برای بشر عدالت و برابری. شما از این چیزی بهتر، دوست داشتنی تر میشناسید؟ یک کسی بیاد بگه نه آقا نابرابری، شما میگید مثل اینکه دیوونه یا بگه بی‌عدالتی، شما چی بهش میگید؟ میگید اصلا زده به سرش. میگه بی‌عدالتی، میگه نابرابری، میگه جنگ خوبه، نمیپذیرن ازش. بزرگترین جنگجویان دنیا، بزرگترین جنگ افروزان دنیا، وقتی میارنشون پشت تلویزیون، آقای جورج بوش، کلینتون، ترامپ، هر کسی دیگه، میگه صلح، آشتی، دوستی، مردم، رفاه، اینا رو میگه. بزرگترین جنگ افروز دنیا هست. چون ارزش‌های بشر امروز ایناست. ارزش بشر نیمه متمدنه، ببخشید من نمیخواستم بگم وحشی، ولی همین حدوده. 2500 سال یا 3000 سال پیش ارزش منه الان. مناسبات تولیدی 3000 سال پیش رو برم زنده کنم، برم اون مناسبات اجتماعی رو بیارم، قطعی اومده؟ نمیشه بهتر بود؟ الان من مثلا میگم نمیتونم نگاه کنم ببینم سیستم آموزش پرورش مثلا تو فنلاند انقدر پیشرفته است، واقعا پیشرفته تر آموزش پرورش دنیاست، اونو نکنم الگوی خودم، برگردم به خط هیروگلیف، بعد بگم من هویتمو میخوام پیدا کنم. میگه اوه تو به سرت زده. کدوم هویت؟ خب هویتت اینه که الان تو راحت زندگی کنی، مثل بشر زندگی کنی. اینقدر این آش شور بود که هم جمهوری اسلامی سکوت کرد و هم حتی کسانی که خودشون منسوب به مناسبات پادشاهی میدونستن، حتی شخص رضا پهلوی اون اطلاعیه داد، گفت خیلی ممنون به من تبریک گفتیم، ولی از بس خراب بود حتی نشد نون و آب بریم، ناچار شد علیهش اطلاعیه بده. یعنی انقدر خراب بود گفت این اصلا نمیشه، علیرغم میل خودش یا برابر میل خودش، تازه اطلاعیه بدی هم نیست. منم طرفدار معلومه هیچ پادشاهی نیست، ولی اونو خوندم گفتم خدا پدرت بیامرزه. رفتی گفتی اینا چی بود؟ گفتیم مرگ بر عرب، مرگ بر تازیم، اینا آدمن، شما داری مرگ بر انسان میگی. بعد میگه حقوق بشر کوروش. اون عرب اهوازی بیاد بگه آقا میشه بگی اون کجای این حقوق بشر کوروش به ما میخوره؟ تو که داری میگی مرگ بر من چون عربم، چیکار کنم؟ تو اهواز به دنیا اومدم، جرم مرتکب شدم، جرم دیگه. من کردم، جرم. ترکم، جرم. یکی با داریوش و همایون مصاحبه میکرد راجع به تمامیت ارضی و اینا.
بعد داریوش همایون خب طرفدار نظام پادشاهی خیلی غلیظ، گفتش که ببینید حالا این بیچاره خودش هم ترکه ها، ولی میگه به تمامیت ارضی ایران. وقتی میخواست به ترک بگه میگه بیچاره ترکه ها، یعنی مثلا چه خریه ها، ببخشید این کلمه رو به کار میبرم. چرا این نمیدونه بدبخت؟ برای اینکه میگه فارس هم من عظمتم، و وقتی میگه سرزمین فارس، کوروش اونجا به درد میخوره، چون کوروش سلسله پارسیان بود، ماد و قلقم کرد، بیچارهشون کرد، شد پادشاه. بیایم با هم بریم ببینیم بابلی که کوروش فتح کرده بود. میگن بابل مردم اومدن گفتن تو بشو پادشاه ما. لطفاً برگردین 2600 سال پیش ببینیم چه جوری میشه رفت با کوروش ملاقات کرد. چند هزار کیلومتر مردم باید راهپیمایی کنن با اسب و قاطر و شتر و نه هرچی اون دوره بوده یا پای پیاده، بعد بیان در کاخ هخامنشی. از این چیز عجیبات بریم بخونیم که مثلا چند هزار کیلومتر فقط باغ تخت جمشید بود، چند هزار متر نهر آب بود. از یه چیز عظیمی بودن اینا، فقط کاخ کوروش بود نه چیز دیگه. و سیستم آبیاری، زمینداری، از یه چیز عجیب غریبی بودن و عجیب بودن تو دوران خودشون. و کوروش به این خاطر اسمش میمونه. ولی چند میلیون آدم دیگه که زیر دست کوروش بودن معلوم نیست کیه و حقوق بشر چقدر برای اونا رعایت میشد و چطوری این بشر که یکیش پادشاهست یکیش زیر دسته، این چه حقوقی؟ شما اربابی، منم بنده زیر دستتم، بعد شما میگی مردم باید همه آزاد باشن، من باید شما دست بزنم؟ میگم اگه آزادی، خب آزادی اولش با برابری میاد، اگه برابری نیست آزادی نیست. خب حالا این تیکه رو ما با هم یه خورده الان کشمکش شما میدونید، امیدوارم اینم کار کنه. آره کار کرد. بریم سر این هویت سازی از تاریخ به سیاست. ببین وقتی من برای شما یه هویتی درست کردم، مثلا خمینی که سر کار اومد گفتش که امت اسلام، یعنی مردم شدن چی؟ امت، نه مردم. کلمه مردم هم برداشت که امت. چرا؟ چون می‌خواست بگه من امامم، من اون بالا، شما همتون پایین. مناسبات پادشاهی هم همینجوره، پادشاه اون بالاست، بقیه پایینه. بنابراین من نمیتونم از حقوق بشر اینجا دفاع کنم از وقتی برابری توش نیست. ولی هویت تاریخی چطور کمک میکنه که سیاست عوض بشه؟ وقتی من برای شما هویت انسانی تو ازت گرفتم و دیگه تو به خودت به عنوان یه انسان به خودت نگاه نمی‌کنی. اون بمبی که توی افغانستان منفجر شد، چون دوستان افغانستانی هستن و من اون تاریخ رو خوب میدونم، ببخشید این کلمه رو گفتم خوب میدونم، ولی واقعا خوب میدونم چون با علاقه خوندم و یاد گرفتم. یه بمبی منفجر شد تو افغانستان و اون مردم شدن ازبک، هزاره، تاجیک، پشتون و هر کس اینجوری خودش رو تعریف کرد. یه بمبی تو عراق منفجر شد، داعش یه طرفش رو گرفت، حزب بعث یه طرفش رو گرفت، اونایی که فرو ریخته بودن، و بعد یه عده شدن کرد، یه عده شدن عرب و اون یکی گفت دولت کردی، اون یکی گفت دولت عربی. و یه بمبی میخواد تو ایران منفجر بشه. شما خیلی این داعش چجوری رشد میکنه تو عراق؟ اگر تنفر قومی و تنفر مذهبی نبود، داعش میتونه سرباز بگیره؟ نمیتونه. داعش به نام انسانیت که سرباز نمیگیره، میگه سلفی، برگشت به عقب، سلف، هر چی پیغمبر گفت. خب همین در بود. زمان پیغمبر تنبیه این بوده که سر ببرید. بشر امروز این کارو میکنه. بشر امروز جرم تعریف کرده، میگه چطوری به جامعه برات گردونن، خشونت رو میخواد از بین ببره، زندان حتی براش یه معنی دیگه داره. شما لطفاً سرچ کنید یه جامعه پیشرفته مثل نروژ و بنویسین زندان در نروژ، بنویسین زندان در نروژ، ببینید چی میاد. فکر میکنه هتل 5 ستاره است. برای اینکه یه جامعه پیشرفته میگه خب اگه این خطا کرد که من نباید نابودش کنم، که باید یه کاری بکنم برگرده سر جای اولش و احترامش هم حفظ بشه. خب قوانین اسلامی چی میگه؟ میگه 4 تا انگشتشو ببر، چشمش هم در.
از کوه هم بندازش پایین، چون سلیقه جنسیش مثل من نیست. این هموسکسواله. 10 تا حرف زشتم بهش میزنه. علم چی میگه؟ میگه تمایلات جنسی آدم‌ها متفاوته. با قبول کن. به سادگی همینو میگه. این تمایلات جنسیش یه چیزی دیگه است. تو جمهوری اسلامی چی میشه؟ میشه جرم. میگیره یارو رو میکشه. بشر رشد کرده. میگه بندگی. اون جایی که کوروش میگه بنده، اصلا بند داستان داره و تو این خطابه هست. من نوشتهش رو آوردم، حالا اگه لازم شد با هم میخونیم. اصلا بند به معنای برده نیست. بند به معنای بستن زنجیر و قل و زنجیر به پا و دست. میگه کسی نباید بنده باشه. دلیل داشت. چون بابل نه تنها به حمایت از کوروش نیامده بود، قلیان بود توش که از خودش دفاع کنه. و بعد از مرگ کوروش، درست در زمان داریوش اول، بابل از دست هخامنشیان گرفت. مردم بابل گرفت. این هویت تاریخیه که من میگم. درست میشه بعد من و شما به جای اینکه بریم بگیم ما بیکاریم، ما نون میخوایم، ما معیشت میخوایم، ما منزلت میخوایم، ما برابری زن و مرد میخوایم، من حجاب نمیخوام، من امت هیچ کس نیستم، مگه شما چوپونی من گوسفندتم؟ یعنی چی؟ خب برای کوروش هم همینو میگفتن کوروش مثل شبانه، یعنی چوپان، ما میشیم گلش دیگه. و من کنم یه چیزی هم راجع به رابطه خیلی عاشقانه چوپان و گوسفنده. واقعا چوپان خب میره گوسفندا رو میبره، چرا مراقبشون هم هست که گرگ هم نخورتشون، ولی همین چوپان گوسفندا رو میفروشه چون باید سرشون رو ببره. رابطه عاشقانه ای نیست، ولی به نظر میاد خیلی چوپان دوست گوسفنده. اینجوری نیست. هیچ انسانی واقعا دوست حیواناتی که میخوره و میکشه نیست دیگه. تعارف نکنیم با هم. چه گوشتخواریم چه نیستیم. اگه دوست داری که نمیخوریش که. شما مثلا دوست دخترتو یا دوست پسرتو یا خواهرتو یا برادرتو، هر کی که دوستش داری و عشق بهش می‌ورزی، میخوری؟ کبابش میکنی؟ میپزیش؟ نمی‌کنی. بنابراین این ریاکاری رو هم بذاریم کنار. اینا ریاکاری بشره. من و شما به کسی بر نخوریم. من اسم خودم هم میارم. اما یه هویت دیگه هست که اگه به من بدن، من میتونم علیه تو باشم و تو هم میتونی علیه من باشی. هیچ وقت ما با هم متحد نمیشیم. میگه من شیعه علیم، اون یکی هم میگه من طرفدار ابوبکر و عمر و عثمان. ما میشیم دشمن هم. ولی هر دو به کار، به شغل، به دارو، به درمان، به مسکن، به آموزش، به رفاه، به سعادت، به خوشبختی، به امنیت احتیاج داریم. ولی با هم متحد نمیشیم. میگه میدونی اینا، این ترک فلان، اون یکی هم میگه این کرد فلان، و همینجور ادامه پیدا کنه. بعد اون میشه احزاب پانیرانیست، حزب پانتورکیسم، حزب کردی. بلوا درست میشه. ما دیگه هیچ وقت با هم رفیق نمیشیم. طرف میگه که در دنیا هیچ کس مثل کردان نیست. اون یکی هم میگه هیچ کس مثل ترکان نیست. فارس هم میاد میگه که هیچ جمعیتی در دنیا مثل فارس نیست. ازبکم، هزارم، همینجوری. خب تمام شد. بهترین چیزی که باید اتفاق میفته اتفاق افتاد. جمهوری اسلامی و داعش و اردوغان و همه میتونن 100 سال دیگه حکومت کنن. اون یکی با سلفیگری، اون یکی با پانتورکیسم، اون یکی با پانیرانیسم، اون یکی با کوروش، اون یکی با هخامنشی، اون یکی با ابوالقاسم فردوسی. تمام شد. من کارگرم میافتم زیر دست پا. حالا آجی مکه بودم. ولی اگه برعکسش بشه، بگم ببین این که شما کجا اومدی به دنیا یا به چه زبونی صحبت میکنی، anyway خب باشه، ولی ما مثل آدمیم یا نه؟ اگه مرکز رو ببریم انسان محور کنیم، به جای ملیت محور، کشور محور، قومیت محور، بگیم ما آدمیم هممون. چی میگی الان شما؟ برمیگردی به گذشته؟ برنمیگردی، چون به گذشته شما احتیاج نداری، شما به آینده احتیاج داری. و توده مردم خیلی سخته براشون خودشون با آینده تعریف کنن. احزاب این کارو میکنن.
احزاب آینده رو نشون میده، دولت ها این کارو میکنن، میگه آینده میشه خوب بشه، میشه زن و مرد برابر بشه، میشه رفاه و خوشبختی بیاد، میشه مدرسه مال همه باشه، میشه دانشگاه مجانی باشه، میشه تغذیه داشت، میشه گرسنه نبود. آینده است. ولی گذشته رو من چی بگم برگردیم به دوره چاپار و عدد اقیانوس. بعد من خیلی پیش رفتم، خیلی شعار انسانی برابری طلبانه ای دادم، و یکی میاد میگه آقا شما مرضی داریم. ما برگردیم به دوره هخامنشیان. نمیشه برگشت به یه دوره‌ای که مرز نیست، انسان ها با هم برابرن، آموزش پولی نیست، زن و مرد با هم برابرن، بردگی مزدی نیست، من کارگر شما نیستم، شما ارباب و